خدا یک ماه ثواب برای اون میده. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. کسی یک کار خوب، یک بندگی در پیشگاه خدا کنه، خدا آنچنان خزینش زیاد است که رنگ این پادشاه ها وارد نیست که محتاجی اسم و دوسم باشه. او خزینش آنقدر زیاد است که با ثواب دادن چیزی کم نمیشه و خدا یک ماه ثواب میشه برای ما و شما. بنابراین این 3 روز غنیمت داریم. همتون روز پنجشنبه، جمعه، شنبه. سال دیگر رجب میبیا که میدانم ما و شما هستیم نیستیم. از مثال این فرصت از دست میتیم. امام غزالی میگه رجب 3 حرف داره: ر، جیم، ب. رجب. ر به معنای رحمت خداست، اهل حکمت میگن. جیم به معنای جنایت و جرم بنده است. ب به معنای بر الله، بخشش خدا، خوبی خدا، عوف خداست. وقتی که ماه رجب درای و بندگان خدا از گناه توبه کنند، بازگشتی به سوی خدا کنند، پروردگار دریای رحمتش جوش میده. چی میگه؟ اجعل جرم عبدی بین بری و رحمتی. من جنایت این بندم، گناه های این بندم در بین دریای رحمت و عوفم همیشه میبخشم. بنابراین رجب غنیمت هست. سال دیگر رجب میبی حاج عبدالستار ما هر سال میگیریم. خدا رحمت کنه. یک وظیفه‌ش همین خوبیش بود که هرگز میانی ماه ترد نمیکرد. انشاءالله من حال امید دارم از پروردگار که از فضیلت ماه رجب، از ثواب ماه رجب، از مکافاتی که خدا برای روزداران رجب وعده کرده آل با نصیب است. رجب اسم نهر فی الجنه ماؤه احلى من العسل و ابیض من اللبن و ابرد من الثلج لا یشرب منها الا من صام رجب. امام غزالی روایت آورده. رجب یکی از دریاچه های بهشته. بهشت هم دریاچه ها داره. مثل که من این دنیا ورزاب دریاچه داره، رامید دریاچه داره، هنگاو دریاچه داره، وخیا در بهشت هم دریاچه ها داره. یکی از دریاچه هاش نامش سلسبیل است، یکیش کوثر است، یکی زنجبیل است. خدا قرآن دین بیان میکنه. یکی از اونها نامش چی است؟ نیل و فرات های پیغمبر خدا شبیل معراج دیدن. یکیش رجب است. دریاچه نامش رجب، یعنی آبش سفیدتر از شیر، شیرینتر از عسل، یا الله، خنکتر از یخ. خوب سخنان رسول اکرم برای مبالغه کردن. برای ما فهماندن که وای خیلی آب با لذت های، وای خیلی آب شیرین های، وای خیلی آب مصفا های. این آب زلا چی؟ این یک پپسیکال چی؟ همه زهران این آب با لذت اوست. از این آب کی می نشه یا رسول الله؟ پرسیدن کسان می نشن که ماه رجب روزه داشتن، یک روز 3 روز 5 روز روزه داشتن. این بسیار ثواب میگه. بنابراین فرصت غنیمت دانی از دست نتیجه. کلینا هم گوی کمپیرات هم گوی در همه ما رحمت خدا رو محتاجیم. همه ما در پیشگاه خدا محتاج جنتیم. خداوند با فضلش ما و شما رو بهشت داره. این دنیا چیزی نیست. این دنیا هیچ کس شادی نداره. این دنیا جایی است که جوانش از کفاش پیری منموشه. ببینم ببین. اینا گودک بودم من میمودم ماشینی زیبا دو سال کردم بزرگ انجام بکردم دیگه 70 سال داده. یادش داره و بالا توجه رسید. جوانش پیری داره، شادیش غم داره، خرسندیش ماتم داره، بایگریش کمبغلی داره. خیلی بایا رو من دیدم حالا محتاجم. یک با یک نامبرم کنم میگم من رئیسی نبود دیگه میکرد. خیلی آدمی به دولت بود در زمانه آخر چیزی محتاج شد، خزدار شد، گپ شنو شد. همین دنیا همین هست. از این زورتراش هم من میدانم. بایگریش کمبغلی داره، حیاتش مرد داره. جایی که شادیش تشویش نداره و غم نداره دوستان سرای جنت. خدا جنت این الابرار لفی نعیم.
بندگان خوب من در بستانسرای جنت در راحتند. چی راحت؟ راحتی بی دردی سر، راحتی بی کسلی قند، راحتی بی فشار، راحتی بی غم. این دکنی راحتش بی غم. نه پادشاه راحتی بی غم داره، نه بایش و نه کمبغلش و نه ملا و نه ایشانش، همش یک غم داره. اما خدا میگه این الابرار لفی نعیم، بندگان خوبی من که در این دنیا خوبی کردن، پاکیزگی کردن، بندگی خدا را کردن، هم کسب دنیا کردن برای پیشرفت زندگیشان، هم عبادت خدا کردن برای آخرتشان. اینها در بستانسرای جنت راحت دارند. و این الفجار لفی جحیم، بندگان جنایتکار در زندان پرعذاب دوزخ. فجار جنایتکار، من این دنیا هم جنایتکارها نزد حکومت جزا دارن، مانند این بندگان خدا هم کدامش که جنایتکار جزا داره، جزاش دوزخ است. بندگان جنایتکار، بندگان بدکار، عرقنوش و زناگار، قیمارباز و رباخور و پارخور در زندان پر عذاب دوزخ. چه عذابی است؟ انسان طاقت و عذاب نداری بر کفی پا طاقتی خار، دلیری چون کنی بر گلخنی نار. یک خار زدن طاقت نداری، چطور در او آتشی سوزان که وقودها الناس والحجاره، حیزه میوای کمری خرگیز و کمری تاجیکاباد نیست، عینی نیست، کمری او سنگها و کوها به همون عظمتشان در داخل و حرارت بلندش آب میشن، همون آتش هست. جنایتکارای خدا، زیرا که خدا حق داره جنایتکارش عذاب کنن. برای چی حق داره؟ برای که ما ده حیات داد، برای ما جان داد، برای ما چشم بینا داد، برای ما گوش شنوا داد، برای ما عقل سالم داد، برای ما دست گیرا داد، پای روان داد، برای ما اعضاهای درونی ما همش آباد کرد، سالم کرد. بالا این بیرون بی اکسیژن خیلی تعمیم من کرد، گرمی خیلی تعمیم من کرد، روشنایی خیلی تعمیم من کرد، با زمین ملایم تعمیم کرد که جفت کن کار کن، گندم کار زندگی تو بر، با دریاها تعمیم من کرد، ماهیاش چکار کن میگی خود. خوب اکی حسابش نیست. این چیزها رو داد، اگر نافرمانی کردیم این جنایتکار هستیم. جنایتکار سزاوار است که عذاب کنش صاحبش. و ما ربک بظلام للعبید، خدا کسی رو ظلم نمی‌کنه. خدا هیچ کس ظلم، زیرا خدا از عذاب کردن ما به گناه هیچی فایده نمیگیرد. ما خودمان همین گناه هامان خودمان گرفتار عذاب کرد، کمبودی هامان خودمان گرفتار عذاب کرد، عرق نوشی و زناگاری هامان خودمان گرفتار عذاب کرد. زیرا همین گناه ها مجسم با آتش میشن، هر ما رو در غضب خدا میسوزاند. خوب عزیزان من، این ماه معراج هم هست. کوتا معراج رسول اکرم میگم و بعد دعا میکنم میخیدم. ماه 27 ماه رجب، ماه معراج رسول خدا، ماه سفر رسمی پیغمبر بزرگوار به عالم بالا، ماه بخشش پروردگار و لطف و مهربانی پروردگار برای این پیغمبر عزیزش است. ماه نشان دادن قدرت کاملش و ملک بیکرانش برای این پیغمبرش است. ماه نشان دادن قدرت با عظمتش برای پیغمبرش است. پیغمبر خدا در این صفت سواری براق از مسجد الاقصی، این مسجد حرام به مسجد الاقصی رفتن. این خیالی نیست، کسی این خیالی دانه افسانه دانه کافر میشه بچن. خوب فهمه، این قرآن برای ما گفته. از قرآن راستگوتر سخنی نیست، از خدا راستگوتر کسی نیست. و من اصدق من الله قیلا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. صدق الله العظیم. این آیه مبارکه آغاز سوره اسراء.
قرآن یک سوره داره به نام اسراء. معنای اسراء تاجیکی شب حرکت کردن. پروردگار پاک است و بی‌عیب، قادر است و با کمال و با قدرت که بنده خود محمد در بیداری با جسمش با روحش زنده سواری براق از مسجد الحرام خانه کعبه که من اینا زیارت رفتن شد، از مسجد الحرام خانه کعبه. او وقت با خانه کعبه با این شکوه و شهامتش نبود. خواب در این شکوه و شهامتی که الان هیبت اسلام از بین بود. و خانه کعبه از سنگ دیوار بود، زمینش ریگ بود، حجر الاسود در کنج دیواره که سنگ بود و لای در کنج هوای بود. رسول اکرم همونطور تکی کرده ایستادگی بودن، سر مبارکشان تگی دستشان موندگی، دستشان زیر سر، رداشان بالاشان پرتاختگی بود. اسم شب باد فارمه در صحن بیت الله وزیده ایستاده بود. شاید بلبلا چهچه زده ایستاده بودند. مشرکای قریش و مشرکای عرب در خواب غفلت بودند. اسم شب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یکی پاشان جنبیدن گرفت، پاشان رو کسی مالیدن گرفت، پای مبارکشان. حضرت چشم شادم دیدن جبرئیل امین با پایان پای پیغمبر خدا و پیغمبری ما را عظمتیش و بزرگیش که جبرئیل نماینده مخصوص الهی وکیل پروردگار برای پیغمبرا سفیرش پایان پای محمد بنشسته با مهربانی پای او مالش داشته. این دلالت به چی میکنه؟ به محبوبیت این پیغمبر در پیشگاه خدا، به بزرگی این پیغمبر در پیشگاه خدا. حضرت گفتن برادر جبرئیل در این دل شب جبرئیل ایستاد گفتن یا رسول الله سلام علیک، سلام بر شما، الرب یحییک السلام، خداوند به تو سلام میفرسته بعد از سلام اینک مدعو اللیلة الی السماء، شما را امشب به سفری کاری به عالم بالا دعوت دارد. ببینید تشکیل کننده این سفر کیست؟ دعوت کننده این سفر کیست؟ میرفتگی کیست؟ یا اینجا یه بار تفکر کنه. این سفری پوتین نیست پیراد کنه که برا، این سفری بیدین نیست که پیراد کنه پادشاه رو نیویورک برا. این سفر تشکیل کنندش الله است، خالق آسمان و زمین. دعوت کنندش به طریق رسمی الله است. الله نور السماوات و الارض. و آورنده این دعوت جبرئیل امین، امین وحی الهی، سردار همه ملائکه های الهی، مقرب درگاه. شخصی که این دعوت برای جبرئیل آورد کی است؟ این پیغمبر خدا، این حبیب دلها، این حبیب اله محمد بن عبدالله است. پیغمبر ما را با کی خد مقام بلند دارد؟ کدام پیغمبر ده جبرئیل امین آمد از آدم سر کرده به ابراهیم و به ادریس و به موسی و به عیسی دعوت به عالم بالا کرد؟ فقط یگانه این پیغمبر حبیب خدا محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم. خلاصه حضرت ایستن، شق صدر شد، سینه رسول اکرم شکافتن و قلب مبارک شد برآوردن به آب زمزم شستن، بعد از آن جاشت ساز کردن و حضرت دستمال کردن جبرئیل امین اصلی باری شد. بعد از آن براق سوار شدن آمدن بیت المقدس. یعنی هر دو مکانم، هر دو مسجدم محبت وحی الهی است. حرم بیت الله هم جای نزول ملائکه الهی است، حرم قدس هم جای نزول ملائکه الهی است. تمام پیغمبرای بنی اسرائیل
در بیت المقدس گذشتگیان. از حضرت اسحاق سر کرده، از ابراهیم سر کردن تا عیسی. و بر هر دو مکانی که رسول اکرم آغاز سفرشان شد محبت وحی است، مسجد الحرام. و جایی که زمین در سفرشان به پایان رسید از اونجا به عالم بالا رفتن و هم محبت وحی است. عزیزا کتابات میگن مسجد الاقصی. سوار آمدن مسجد الاقصی. پیش از آن که پیغمبر بزرگوار به مسجد الاقصی بیاد ببین خدا را پیغمبر چه با این حد احترام بلند کرد، اینقدر بزرگ داشت که تمام پیغمبراش امر کرد که مسجد الاقصی روه. حبیب من سفری رسمی داره، سفری کاری داره، از اونجا به عالم بالا نزد من میبیا، شما پیشوازش گیرید. یا الله یا الله جل جلاله. حضرت آمدن براق بستن. بازم میگم براق رسول اکرم در حدیث بیان کرده رنگ شو، تیز رفتاری شو، این حدیث صحیح هستین. اما اقدر گفت نسیم براق به اون زمانی که رسول اکرم مردم عقلش بگیرید همون زمان رو نگاه کرده بودن. اما من براقی که حبیب خدا رو به عالم بالا برد، من دیگم کشتی کیهانی، اگرچه این نام نو پیدا شد پیش نبود، کشتی کیهانی مخصوص خداوند برای بردن حبیبش فرستاد. حضرت سوار شدند. متصدی این کشتی کیهانی لیاد چیکوش حضرت جبرئیل امین بود. جبرئیل و جلودار براقش شب معراج، حوران صفی در صف به تماشای محمد. آمدن اینجا حضرت جبرئیل امین نقی رسمان اشتر براق بستن در حلقی در کشادن. در آمده حضرت در آمده تمام پیغمبران دیدن. حضرت آدم باباشان، حضرت ابراهیم، حضرت ادریس، حضرت شیس، حضرت نوح و موسی و عیسی و یعقوب و دیگر یوسف و رسول اکرم آدابون السلام علیکم تن سلام کردن. محراب خالی بود. جبرئیل امین دست مبارک گرفتن محراب رو گذاشتن. او باید آدم امام میشد، باید ابراهیم پدر بزرگوار رسول اکرم باباش بود باید امام میشد. اما جبرئیل امین دست رسول اکرم گرفت در محراب عبادت موند. انبیا را مقتدا شد در نماز، جمله آوردن به او روی نیاز. هم از قفاش نیت کردن دور سر نماز خواندن. بعد از انجام نماز رسول اکرم با پیغمبرای الهی واخوری کردند. از اونجا و برآمدند سواری براق کشتی کیهانیشان و به عالم بالا به آن جایی که خدا خواسته بود رفتند. خوب که ثبوت معراج این دراز است. خلاصه از مسجد الاقصی، از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی این اسلام میگن. این به نص قطعی ثابت شده است. این کارش کفر است، خروج از دین است. از مسجد الاقصی به عالم بالا به آن جایی که خدا خواسته بود سدرة المنتها و آن جایی که خواسته بود خداوند رسید حبیبش. این به حدیث صحیح، به حدیث متواتر ثابت است. اینم این کارش عزیزان میگن خوف کفر است، نفاق است. خلاصه این سفری رسمی رسول اکرم برای چی بود؟ لنوریه من آیاتنا. خدا گفت من برای آن پیغمبر ما به این عالم ملکوتی بالا بردم تا اینکه نشانه های قدرت ما، ملکی با عظمت ما، پادشاهی ما، قدرتی با کمال ما نشانش دهیم که هراس نکن، تو نترس از این دیگر. جنت نشانش داد با همه زیبایی هاش، دوزخ با همه دهشت هاش نشان، ملائکه های دهشتناکش حضرت دیدن. بعد از انجام این سفر به فر آمدن به مسجد الحرام، همون جایی که سواری براق رفتن. خدا در اونجا عبادت کرده 6 دم. برای پیغمبر دیگر از این بالاتر مقام دیگه چی بود؟ خدا براش نصیب کرد. از این کسی از کسی هراس نداشتن. ثانی با این دعوت فرد آغاز کردن. اول کسی که تصدیق این خبر معراج رسول اکرم کرد من باور دارم به جان دل یا رسول الله، این سفری که ما حضرت ابوبکر صدیق بود.
و کسی از ما و شما این خبر معراج رسول اکرم رو باور کنه همراه حضرت ابوبکر صدیق اگر محکوم میشه. و اول شخصیتی هم که با نفرت هم شنید و هم دروغ گفت و دیوانه استی ابوجهل بود، مانند ابوجهل. بنابراین کسی هم مثل ابوجهل برای این قصه معراج رسول اکرم که قصه قرآنی است دروغ دانه و هم مثل ابوجهل همراه ابوجهل در دوزخ است. بنابراین عزیزان من خوب بشه که نواری از معراج یا بیتان خوب قصه در تلفناتان تلویزیوناتان مونه بچه دختراتان همسراتان گوش اندازن در این مهم استیم برای مسلمان جان. اگر ما باید یک کس در این بار چیزی گوی شما گوی دروغ این عقل باور نمیکنه این فضا نورهای سوزنده داره این قدر داره این قدر داره و میشه از دین خارج و فقط چشم پوشیدی میفهمی که راست میره و بعد دیگه دیر میشه. در پیش خالق آسمان و زمین در پیش ذاتی که این آفتاب و با اون عظمت آفریدین میلیون ها سال است نگاه داشته حبیب خودش با عالم بالا بردن. انسانی ضعیف و ناتوان از دو قطره آب آفریده این تو انجینری این تو تکنولوژی ساخت و بالای ماه برآمده تا نیست مگر حبیب خدا با کشتی کیهانی خداوند خودش ساختگی و فرستادگی و عالم بالا برنش مشکل است. اصلا مسلمان در قدرت خدا شک نمیکنه. کسی اندک شک در قدرت خدا کرده باشه مسلمان نیست. خلاصه خوب تفصیل این در صحبت‌های پیشینی بسیار کردیم. خوب یگان شبهه در دلاتان پیدا شد پیش ملاهاتان بره پرسه همه شگو ملاهای خوب امروز حل میکنن. خلاصه همین سفری کاری رسول اکرم در ماه مبارک رجب 27 رجب مفتاد شب 27 خوب بشه که 5-6 رکعتی نماز خوانید. اگر قضایی داشته باشید نمازهای قضایی تان خوانید. اگر قضایی نداشته باشه صبح 4-5-6 رکعت نماز خوانید. پیغمبر خدا را به صلوات و سلام یاد کنید 10 بار و 20 بار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد خار سحری با ساعتهای 4 بیدار شوی طهارت کنی 4 رکعت نماز تهجد خوانی بعد و یک پیاله چای کنی خوره روز 27 هم روزه گیره ثواب است. در کسی یک روز برای خدا روزه گیره خداوند نور 70 سالین را از آتش دوزخ دور میکنه. از امام غزالی میگه من صام یوم السابع والعشرین من رجب کسی 27 ماه رجب روزه گیره استوجب رضوان الله الاکبر خداوند از او خوشنود میشود او از خدای خود اگر راضی میشه رضی الله عنه و رضوان. خلاصه غنیمت این ماه خودتان نگاه داری از گناه ها بچن حد در امکان کوشش کنه و بعد شعبان می بیا ماه خداوندی بعد و ثانی رمضان مبارک می بیا ماه آمرزش گناه و ماه خلاصی از آتش دوزخ. دعا کنیم پروردگار همین ما و شما از معصیت و گناه و از ناراحتی ها نگه دارو. عبدالخاری ما را همراه فرزنداش و برادراش خانواده سن صحت و دراز رزق فراخ نصیب کنید. ثواب این محفل ما را با این صحبت ها و با این خیر احسان ها خداوند را در